میگن داماش یک تیم نیست، بلکه غرور و هویت ماست. من لزوما با این جمله موافق نیستم، چون تو نمیتونی داماش رو فقط با 2 کلمه تعریف. خیلی بیشتر از این حرف است. شاید بشه گفت یه روش زندگی، شاید در یک تعریف عمیق‌تر خانواده‌ای که سالهاست کنار هم دیگه داریم سعی میکنیم بنیانش رو نگه داریم با تمام بالا پایین ها. بعضیا تحت هر شرایطی خانواده رو ترک نمیکنن، چون این امکان براشون وجود نداره. این یک امر غیر ممکنه، چون اونا عاشق این خانواده. بعضیا تو روزای خوب این خانواده میان بهت سر میزنن، تو روزای بد که اوضاع خوب پیش نمیره میرن جاهایی که اوضاع براشون خوب پیش بده. بعضیاشون میرن و پشت سرشون رو نگاه نمیکنن، بعضیا میرن و همه جوره خانواده قبلی رو میکوبن، بعضیا میرن اشتباهاتی میکنن برمیگردن و سعی میکنن اشتباهاتشون رو جبران کنن و دوباره تو دل خانواده جا باز کنن. بعضی هم از بیرون سعی میکنن وارد شن، حرفای قشنگ میزنن و وقتی اعتماد تو جلب کردن جور دیگه‌ای برخورد میکنن و باعث ناامیدیت میشن. اما مهم نیست یه سری‌ها چقدر به فکر از بین بردن این خانواده، لطمه زدن به این خانواده باشن، چون همیشه یه سری‌ها هستن نمیذارن این بنیان اصلا پاشیده بشه. و اگه میخوان این خانواده نابود بشه، این داماش نابود بشه، باید اون افراد نابود کنه. و تا جایی که میدونم ما هنوز نابود نشد. مدت زمان زیادی گذشته بود. دیگه وقتش دلم برای تنگ شد داماش. امیدوارم قسمت دوم از این فصل عجیب قسمت خوبی باشه، پایان خوش داشته باشه. وقتشه که بریم دیگه. بریم. قبل رفت داشت یادم برفت وقت نمایش. خدا میدونه چقدر دلم تنگ شد. با اینکه فصل جالبی نبود، همش مساوی بود، باخت خارج از خونه بود، تک و توک برد بود، همش این مالک بود اون مالک بود. در بین این نبرد ناصر نصیر ما کلی ضربه خوردیم و
هنوز همه چی درست نشده. امروز هم داریم با فجر سپاسی بازی میکنیم که به شدت نیاز داره این بازی رو ببره تا بین مدعیا بمونه. بازی اصلا آسون نیست، ولی داماش تو رشت میتونه هر کاری بکنه، میتونه هر جادویی رقم بزنه. تا این لحظه که ما اطلاع داریم هنوز بازیکن‌های جدید قراردادشون ثبت نشده و دستمون امروز خالیه واقعا. فقط امیدمون به همین بازیکنایی که داریم باشه و تشویق هوادارا دیگه. جایگاه ابر طوفانی رو می‌بینیم که هنوز فعلا ابراش پیدا نشده. فعلا اینجا هوا صافه. حالا بعد ابراش اومدن یه خورده باشون صحبت میکنیم. این هم که داره کم کم پر میشه. بنر خسته که با هزار جور مشکلات همچنان میتونه صاف روی این فنسا بمونه. وضعیت چمن ازودی هم روز به روز داره به وضعیت کف سر من بیشتر تبدیل میشه. چه وضعش؟ من کچله. خوب قضاوت کنین. بله چی شده؟ خوب هستی شما روه به عنوان یک سوژه تکراری چی میگی؟ اوضاع رو قمر در اغرب. قمر در اغرب خیلی مؤدبه. قمر در سرطان. نه قربونه همون. من بوق میزنم حرفاتو بزن. آره کشور زیباست، خیلی هم زیباست. یه چی دیگه امیدوارم این بازی هرچند واقعا ما فکر کنم یه 6-7 تا بازیکنامون رفتن، 6-7 تا اضافه شدن، هنوز به لطف دوستانی که ادعای پیشکسوتی دارن هنوز پنجره باز نشده. ادعای سهام من میتونم اینجا، حالا مربی سابقمون بوده آقای پیوس، باز دم آقای پیوس گرم که حداقل یه نیم فصل با ما همراه بود، قد معرفت داشت. چی بگم دیگه، نمیگم اون پولو نباید بگیره، حقش نیست، کاملا حق طبیعی هست انسانی که خیلی هم خوبی که داره از حقش دفاع میکنه، ولی تو این پروسه ای که واقعا نیاز داریم به بازیکن و تک تک بازی ها برامون مهمه، امتیازها برامون مهمه، یکم در واقع به نظرم کوتاه بیاد آقای دارستاده تا بتونه این پنجره باز بشه. ما فکر کنم اوایل در واقع اسفندم نقل بسته میشه، ما نتونیم بازیکن‌ها رو ثبت بکنیم، کارت نمیتونیم بگیریم و داستان خیلی عجیب تری میاد. حالا کار ندارم که ممکنه امتیازم از همون کم بشه. جوری دارن جدی تمرین میکنن انگار میخوام بازی ببرن. شاید هم ببرن اما ظاهرش ولا شيء ولا شيء ولا شيء ولا شيء. ماشاءالله ماشاءالله. شكرا. بوق چند شده؟ 20 40 خیلی گرون شد. بهش خدا کردید. شکریم. ابرهای طوفانی کم کم امان داریم. در موردش این جایگاه چه صحبت؟ جایگاه همیشین الان به امید خدا
کم راه گفتن داره آه. که حتی زودتر بتونی اما چون تا زمانی که اما روری ورزشگاه نداریم ها دو تا سکوی هم جوار بغل هم میسن هیچ فایده نداره از جایگاه باید روبرو با من آفرین آقای یا باید روبرو یا پشت او دروازه با که همه ول نده همین مسئولان اقتصاد همین همکاری نکنه وگرنه یه روری هم یا او پشت دروازه هم بدن یه دو تا شوهای باخره جمعیت جمع به هیچ فایده نداره اما او پشت دروازه این که اصلا نبی اترام که یه آدمای به خصوص آدمای مسن دیسه داره که اجازه وای حشور حال نداره مسن ده خیلی فقط نگاه بکن بشه خلاص این چی بید ان شاء الله با امید خدا ما امروز بازی بتونیم حداقل یک گل تا دو گل نه یک گل علاوه بر امتیاز فکر کنیم از نان شما واجب خیلی واجب قربونت برم قلب من افکار در حال آماده سازی موفق باشید دمتون گرم کلینشی داشت کن بچه کنید آجی 3 تا بزنیم بهش به نیت پوریا 3-1 ماشاءالله بگی بازی کنم بیا حامی بیا با این بگی من رو چهره برم گوش شد خب بچه ها بازی شروع شده بعد 2 ماه یک بازی رسمی در عزودی و سکوان که ماشاءالله داره لحظه به لحظه پرتر میشه شمن رو میبینید دیگه بیشتر از این چی توضیح بدم براتون آقا 500 تخمه هیچ اتفاق قابل توجهی تا این لحظه تو بازی نیفتاده یه دو تا حمله و نصف نیمه بود که به دار و خال و کارباخال زده شد تیم فجر سپاسی گل اول رو به ثمر رسوند خیلی گل مفتی هم به ثمر رسوند و فعلا 1-0 واسه این وسط فجر یه گل دیگه هم زد که آفساید بود جدا از این که آفساید بود کار دفاعی تیم خیلی نگران کننده است نیمه اول و فجر سپاسی با یه گل برنده شد تیم حملاتی داشت ولی یه سری اشتباهات فردی بعضی بازیکن‌ها یه جاهایی خیلی داشت کار خراب میکرد شانس آوردیم حالا گل دومی که فجر زد آفساید بود ببینیم نیمه دوم چی میشه نیمه دوم شاید یه خوبی داشته باشه اینه که حالا جایی که حمله میکنیم دروازه‌ای که به سمتش حمله میکنیم جلوی سکوی تیفوسیاست و میتونه برای تیم بهتر باشه برای روحیه دادن به تیم و 45 دقیقه دیگه در انتظار دیگه یا همینطوری میبازیم یا با اختلاف بیشتر یا مساوی میکنیم شاید هم کامبک زدیم فوتباله همیشه میتونه فعلا ببینیم چی میشه حیف این جمعیت ناراحت برام خونه خب چی میشه این بازی ما اولین بار تو این فصل نیم فصل تو خونه نیمه اول بازنده رفتیم من اصلا نمیخوام چیزی اصلا چی بگم واقعا اصلا نمیدونم چی بگم اصلا خیلی بده یعنی تقصیر هیچ کی نیست ما همینیم نه تقصیر بازیکن نه تقصیر مربی هیچ کی مقصر نیست همینیم دیگه توانمون همینه
این الان ما اونجا علی اگه تونست بگیره اونجا رو 6 تا 7 تا بازیکنی که جدید اومدن تو تیم بالا نشستن، خب نمیتونن کمک کنن. 100% باشن خیلی قطعا همینجوری، ولی دیگه چی می‌دونی مهلتی هم زیاد نداریم. تیم آخرای جدولی تقریبا جایی که میشه تماشاگر بیاد نشسته، اون سکا که پره، این سکا هم تقریبا 7 درصد پره. چی بگیم؟ نیمه دوم هم بدین ترتیب شروع شد. نمیدونم کی رفت بیرون، نمیدونم کی اومد داخل، ببینیم چی میکنن. قوی‌تر هستن. ماشاءالله. عباس بوعزا که یه دونه ره داره وارد زمین میشه. یک دو سه.
بازی رو دقایق آخر وقت اضافه پنالتی گرفتیم و سیامک علیزاده گل زد، از باخت بهتر انداخت و این کامبک تو لحظه آخر، این برگشت بازی که بازی ها مساوی بشه برای رویه تیم برای ادامه فصل خیلی خوبه. امیدوارم که مشکلات ثبت قرارداد تیم حل بشه و هرچه سریعتر با تیم تازه تر شده ادامه فصل کنیم. اولویت به بازیکن‌های داماش که تا آخرین لحظه جنگیدن و به نظرم همه حرفای لازمه رو آقای نظر محمدی زد تو کنفرانس. فقط کافی اونایی که نیاز مخاطب حرفش باشن گوشاشون رو باز کنن، چشماشون رو باز کنن و فکر قبل اینکه خیلی